حالا من استراتژی رو دارم، یعنی سطحمو دارم که قیمت قرار بهش واکنش بده. حالا به یک ستاپ نیاز دارم که من بتونم این در واقع قیمت رو که حالا قرار با یا سل بشه رو ترید کنم. این ستاپ میتونه هر چیزی باشه، مثلا میتونه این الگوی سی پی تور باشه، من منتظر شکست این خط روند باشم، یا نمیدونم مثلا یه الگوی پرایسی مثل کیو ام باشه، یا انواع الگوها میتونه باشه، یا من میتونم یه خط روند همینجور ساده بکشم و بعد از شکست این وارد معامله بشم، یا نمیدونم الگوی مثلا چه میدونم اینجا مثلا تری تاپ ببینم و حالا وارد معامله بشم، یا هر چیز دیگه فرقی نمیکنه. شما یه ستاپی دارید که اون ستاپ حالا بسته به اون استراتژی که دارید کار میکنید قرار به شما ورود بده. استراتژی اون ستاپ میتونه ترید رو اوردر بلاک باشه، ترید رو اف ال باشه، ترید نمیدونم رو سطوح عرضه تقاضا باشه، هر چی. مهم اینه که اون ستاپ در واقع به شما این ترید رو بده که شما وارد پوزیشن بشید.